این ویدیو میخوام آموزش کامل آنکی رو بهتون بگم که با استفاده از اون میتونید هر روز کلی لغت یاد بگیرین. سلام بچه ها، من ساینام. خیلی خوش اومدین به چنل من. اگه هنوز ویدیو قبلی رو ندیدین اول برید اونو ببینید، بعد برگردین اینجا. توی اون ویدیو منابع و روش هایی که از سطح A1 تا C1 آلمانی ازشون استفاده کردم و خیلی به من کمک کردن که زبان آلمانی رو بهتر و سریعتر یاد بگیرم توضیح دادم و یکی از اون برنامه ها و روش ها اپلیکیشن آنکی بود که اونجا یه توضیح کوچیکی درباره‌اش دادم، ولی قرار شد که آموزش کاملش رو توی ویدیو دیگه بگیرم و الان اومدم که همین کارو کنم. آنکی در واقع فلش کارت‌های دیجیتالی هستند که از یه سیستم روانشناسی و حساب شده به اسم تکرار در بازه‌های زمانی مشخص پیروی میکنن. اینکه روش کار آنکی چطوریه رو من نمیخوام اینجا واردش بشم چون خیلی طولانی و پیچیده است، ولی لینک یکی از ویدیوهای علی عبدال رو توی دیسکریپشن میذارم که یه یوتیوبر خیلی معروفه و درباره روش کار آنکی توی این ویدیو توضیح میده. این روش کار آنکی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای یادگیری مطالب حفظی مثل لغت‌های زبان‌های مختلفه و اگه شما قبلا با جبر لایتنر کار کرده باشین میدونید که چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه. آنکی هم دقیقا همون جبر لایتنره، فقط به صورت دیجیتال شده است و کار شما رو خیلی راحت تر میکنه. توی این ویدیو من بهتون یاد میدم که چطوری ستینگ آنکی رو طبق نیاز خودتون تنظیم کنید، چطوری خودتون فلش کارت بسازین و چطوری از فلش کارت آماده‌ای که برای دانلود وجود داره استفاده کنید. خب بچه ها، من بقیه توضیحات آنکی رو اینجا از توی لپتاپ بهتون میگم، به خاطر اینکه شما وقتی ببینید بهتر متوجه میشین. اول از نصبش شروع میکنیم. توی گوگل سرچ کنید آنکی، وارد این سایت میشین، دانلود رو میزنید و این قسمت هم میتونید برای مک دانلود کنید هم برای ویندوز. برای اندروید و آیفون از اپلیکیشن هایی که خودشون برای دانلود برنامه دارن استفاده کنید. فقط اینکه برای آیفون آنکی پولیه. حالا من آنکی رو روی لپتاپ دارم، میکنی باشه. من 2 صفحه برای خودم دارم، ولی اینجا واسه اینکه از اول همه چی رو توضیح بدم یه دونه جدید میسازم. روی اد میزنیم، مثلا اسمشو میذارم یوتیوب. خب این صفحه آنکی مونه که چیز خاصی نداره. من میخوام از ستینگش شروع کنم که ستینگش رو یه قسمتش رو بهتر تغییر بدین. ستینگ اصلی این قسمته. این قسمت دکاست. روی این چرخ دنده میزنید، بخش آپشنز. خب اولین چیز اینه که توی این قسمت شما میتونید مشخص کنید که هر روز چند تا کارت جدید میخواین ببینید، که این به نظر من بین 20 تا 100 تا نگه دارید و دیگه بیشتر از 100 تا نشه، حداقل برای زبان خوندن. به خاطر اینکه فقط این 100 تا نیستش که شما هر روز میبینید و جدای از اینا اون کارت هایی که روزای قبل انجام دادید و ریویوش براتون قراره بیاد اضافه میشه به کارت های هر روزتون و یهو انقدر زیاد میشه که نمیرسید همه کارت ها رو بخونید. من خودم طبق برنامه خودم که الان خیلی وقت ندارم زبان بخونم و در واقع وقت ندارم خیلی رو آنکی کار کنم، بین 20 تا 50 تا نگهش میدارم. حالا اینو همین 20 تا میذاریم، ولی ریویو رو هر چقدر میتونید زیاد کنید، یعنی همچین عدد بذارین. و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اجازه بدین آنکی هر چقدر ریویوی که برای شما تعیین کرده طبق سیستمی که خودش داره برای شما نشون داده بشه. اگه شما اینجا مثلا تعداد رو بذارید روی 20 تا، ولی برنامه‌ای که آنکی واسه شما داره در واقع مثلا 50 تا کلمه واسه ریویو بوده، اون موقع بقیه کلمه ها رو تو روزهای بعدی نشونتون میده. در صورتی که بهتره کلاً با سیستم و روش آنکی اون روش رو تغییرش ندین و دست نبرید توش و بذارید هر جوری که هست بمونه. واسه همین اینو روی همچین عددی بذارین. learning steps اینو 1 تا 10، یعنی توی اون روز وقتی اون کارت رو دارین حل میکنین، اون کارت جدیدو
کمترین زمانی که دوباره نشونتون میده اگه خیلی سخت باشه 1 دقیقه بعده، اگه خیلی آسون باشه تو همون روز 10 دقیقه بعد. ولی به نظر من این خیلی کمه، واسه همین اینو میذارم روی 3:15. حالا شما اینو طبق سلیقه خودتون میتونید مشخص کنید دیگه. اینا هیچی. این قسمت خیلی مهمه که اینو روی رندوم بذارید. این یعنی چی؟ یعنی کارت ها به صورت رندوم به شما نشون داده میشه و هر سری طبق یه ردیف مشخص نمیادش. و حالا نکته که هستش اینه که آنکی اپ فوق‌العاده‌ایه واسه اینکه لغت یاد بگیرین، ولی اگه ازش درست استفاده نکنین پتانسیل اینو داره که باعث بشه که کلمه ها رو فقط حفظ کنید. این یعنی چی؟ ببینید شما انقدر کلمه ها رو زیاد میبینید و انقدر هی براتون دوره میشه که حتی اگه معنی اون کلمه، کاربرد اون کلمه رو نفهمین، بازم انقدر دیدین ناخودآگاه حفظید و میگین کلمه رو، حتی در صورتی که نمیدونید اصلا معنیش چیه. برای همین باید تا جای ممکن از این دوری کنید که کلمه رو حفظ کنید، بلکه شما باید وقتی که دارید با آنکی کار میکنید تلاشتون روی این باشه که کلمه رو یاد بگیرید و بفهمید دارین چی میخونید. حالا رندوم کردن کارتا یه کمک کوچیکه واسه این که از حفظ کردن کارتا جلوگیری کنید. دیگه اینا هیچی، به اینا دست نزنید. مثلا تایمر هم مشخص نکنید، چون وقتی یه تایمر اون بغل میاد همش دوست دارید که زودتر کارتا رو تموم کنید و تمرکز اصلیتون روی یاد گرفتن اون کارتا نمیره. دیگه اینا هیچی. این قسمت هم اگه روی این عدد باشه یعنی یه سری کارتا توی همچین زمانی به شما نشون داده میشه اگه دکتون خیلی کارتاش زیاد باشه. و به نظرم اینو مثلا بین 6 تا 7 ماه نگه دارید که کارتا حداقل بعد 6-7 ماه به شما نشون داده بشه که عددش میشه بین 200 تا 100. حالا من روی 210 میذارم. دیگه همین این قسمت رو سیو میکنیم. یه قسمت ستینگ دیگه هم داره که این قسمت در واقع روی آنکی پرفرنسز اینجا که واکنید مثلا یه سری چیزا رو میتونید تغییر بدین. مثلا نایت مود میتونید بذارید که صفحتون تیره تر میشه و من خودم اینو دوست ندارم، ولی حواستون باشه هر موقع توی آنکی یه تغییر بزرگی خواستین انجام بدین مثل همین نایت مود باید حتما یه دو اپلیکیشن رو ببندید و دوباره واکنید که اون تغییر اعمال بشه. من شنیدم که اینو تیک بزنید ولی حالا نمیدونم الان دقیقا دلیلش چیه. next start at 4 یعنی که کارتا ساعت 4 صبح ریفرش میشه و در واقع آنکی ریستارت میشه و کارتای روز جدید براتون میاد. 4 صبح خوبه برای من. لرن هد لیمیت اینو روی 0 بذارید، یعنی که کارتا رو جلوتر از چیزی که آنکی واسهتون مشخص کرده نشونتون نده. دقیقا همون زمانی که خود آنکی برنامه داره نشونتون بده. و این هم همین دیگه، توضیح خاصی نداره. آره ببینید چون الان من روی اشتباهی نایت مودو تیک زدم، الان داره به من میگه که ریستارت کن و دوباره وارد. حالا خوبه من یه دور نشونتون میدم که چطوریه. بذارید ببینید آنکی رو الان چطوری میشه. میبینید نایت مود شد. دوباره وارد یوتیوب میشیم، اوپن رو میزنیم. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما اگه کارت وارد آنکی میکنید و خیلی با آنکی میخونید و کلمات زیادی روش دارید حتما سینکش کنید و اینجا ایمیل و رمزتون رو وارد کنید که برای این فکر میکنم باید وارد سایتش بشید. ساین اپ رو میزنید، وارد سایت میشید، ایمیلتون رو وارد میکنید و بعد اینجا وارد کنید که اگه 1% موقع آپدیت یا هر اتفاقی آنکیتون پرید بتونید کارتاتون رو دوباره برگردونید. این خیلی مهمه. حالا فعلا ما با اون کار نداریم. مورد بعدی اداناست. ادان در واقع
در واقع میدونین آنکی خیلی نسخه ساده ایه، ولی شما این قابلیت رو داره که بهش یه چیزایی قابلیت رو اضافه کنید که با استفاده از اداناس که حالا من بهتون یاد میدم. وارد تولز میشید، قسمت ادانز، که من خب چون قبلا با آنکی کار کردم الان 3 تا ادان روش هست که در واقع این 3 تا بیشترین کاربرد رو برای من داشتن، ولی خیلی تعداد ادانا و انواعشون زیاده که حالا خودتون میتونید سرچ کنید و طبق نیازی که دارید اونا رو دانلود کنید، ولی من توی این ویدیو همین 3 تا رو معرفی میکنم. اول کاربرد هر کدوم رو میگم، بعد نصبش رو بهتون یاد میدم. Always on top کاری که میکنه اینه که وقتی شما این ادان رو روی آنکی فعال کنید، اگه توی سایتی باشید یا مثلا توی ویدیو دارید میبینید و بخواید همون حین کارت هم درست کنید از اون چیزایی که دارید میخونید، این ادان صفحه اد آنکی رو کلا صفحه آنکی رو همیشه روی صفحه نگه میداره و اگه شما مثلا از توی گوگل یا سایت های مختلف جابجا بشین، دیگه مجبور نیستین که آنکی رو دوباره روی صفحه بیارین و آنکی همیشه روی صفحه است. اوسام TTS واقعا ادان مهم و خوبیه واسه کسایی که زبان میخونن که نوشته add speech to your flashcards که انگار میتونید روش وایس بذارید و تلفظ کلمه یا جمله رو بفهمید. بعدی هم ریویو هیت مپه که یه دید کلی نسبت به تمام روزایی که تو سال شما آنکی خوندید و چقدر کارت خوندید، چقدر ریویو کردید، یه دید کلی بهتون میده که حالا من جلوتر باز بیشتر درباره اینا میگم. اول نصبش وارد get add-ons میشید. این قسمت روی browse add-ons اینو واردش میشید. این قسمت تمام ادانای آنکی رو برای شما میاره که خب خیلی زیاده، واسه همین بهتره که سرچ کنید اگه دنبال چیزی هستید. مثلا الان اولی رو من بخوام سرچ کنم always on top، وارد این بخش میشیم و میبینید که اینجا یه کدی وجود داره. این کد رو کپی میکنید، دوباره برمیگردید توی آنکی، کد رو اینجا پیست میکنید و وقتی اوکی رو میزنید ادان برای شما اینجا اضافه میشه که حالا من قبلا این ادان دارم واسه همین که نمیزنم. بقیه‌شون هم به همین صورته، توی سایت سرچ میکنید و کدش رو وارد اینجا میکنید و براتون میاد. بعد احتمالاً باید یه دور آنکی رو ببندید و دوباره وارد بشید، چون این هم یه تغییر بزرگ تو آنکی و هر تغییر بزرگی احتیاج به این داره که یه دور آنکی رو ببندید و دوباره باز کنید. خب این از اینا. حالا من میخوام بهتون نشون بدم که چطوری فلش کارت بسازید. اولین کار اینه که شما باید یه دک درست کنید. هر دک مثلا اینجا یه دیفالت داره، این الان یه دکه که توی هر دک یه سری فلش کارت مشخص واسه یه منبع مشخص وجود داره که یا خودتون میسازید. که مثلا من اگه اینجا روی create دک میزنید و مثلا من یه دک درست میکنم به اسم مثلا اونیزیشا 3. میبینید اینجا یه دک اومد به اسم اونیزیشا 3. حالا روش میزنید و حالا وقتی بخواید فلش کارت توی این دک اضافه کنید باید روی اد بزنید. این قسمت میبینید نوشته دک اونیزیشا 3 تایپ بیسیک که حالا این تایپ ها یه سری توضیحات دارن. تایپ بیسیک همونطور که میبینید فرانت و بک فلش کارت و هیچ چیز خاصی نداره. اگه بیسیک اند ریورس کارت بزنید، شما هر فلش کارتی که درست میکنید خود آنکی 2 تا فلش کارتش میکنه و در واقع فرانت و بکش رو توی این 2 تا فلش کارت جابجا میکنه که شما از هر 2 طرف انگار یاد بگیرید. آپشنال ریورس کارت یعنی خودش مشخص میکنه که یا حالا فرانت بک یا بک فرانت که اون با خودشه. تایپ هیند انسر تو این مدل فلش کارت شما جواب رو باید تایپ کنید و مثلا من واسه آلمانی اینو چیز مناسبی نمیدونم، تایپ مناسبی نمیدونم، چون مثلا دیکته تو آلمانی به اون صورت سخت نیست و تمرین خاصی نمیخواد که حالا حتما شما کلمه رو بنویسید، ولی حالا شاید واسه زبانهای دیگه خوب باشه. ولی تایپی که بیشتر از همه من ازش استفاده میکنم تایپ کلوزه
که کاری که میکنه اینه که شما تو تایپ کلوز میتونید جای خالی درست کنید. و حالا من الان یه نمونه به شما نشون میدم که بهتر متوجه شین. من با تایپ کلوز کلمات اونیزیشا رو یاد میگیرم، همونطور که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم. اونیزیشا لغات رو با جملات به شما یاد میده که شما میتونید این مثلا کاری که من میکنم تو این بخش تکست یه نمونه میخوام با هم درست کنیم. درس یک اونیزیشا یکی از جملاتی که نوشته اینه: Aufgrund jahrelanger Berufserfahrung verfügt sie über umfangreiche Fachkenntnisse. خب حالا شما اون کلمه ای که میخواین جا خالی بشه رو انتخاب میکنید. مثلا اینجا توی این مثال خواسته فرفوگن اوبا رو توضیح بده که مثلا من فرفوگ رو انتخاب میکنم، بعد این گزینه رو میزنم کلوز و میبینید این کاری که الان کرد باعث میشه وقتی که وارد دک میشیم و میخوایم درس رو بخونیم این کلمه رو جای خالی نشون میده. حالا اگه شما توی جمله بخواید چند تا جای خالی هم داشته باشین باز میشه. مثلا این کلمه در واقع فرفوگن اوبا بوده. اگه بخواید اوباش هم کلوز کنید و جا خالی باشه این رو دوباره میزنید، ولی حواستون باشه وقتی اینجا مینویسه سیت 2 در واقع تو 2 تا فلش کارت جدا اینا رو درست میکنه و یه بار فرفوگ جا خالیه، یه بار اوبا جا خالیه. و اگه شما میخواین که تو همون یه فلش کارت هر 2 تا جا خالی باشه، این 2 رو تبدیل کنید به 1. اون موقع تو این فلش کارت این 2 تا با هم جا خالی میشن. و توی بک اکسترا میتونید مثلا اگه توضیح خاصی داره یا مثلا اگه میخواین دوباره اون کلمه رو بنویسید، مثلا من واسه این میتونم بنویسم فرفوگن با پلوس آکوزاتیو که مثلا یادم باشه بعد اوبا همیشه آکوزاتیو میاد. این از این. ولی خب من الان واسه اینکه بهتون نشون بدم فعلا فقط همون فرفوگ جا خالی باشه کافیه. اینو برمیدارم. نکته بعدی توی این قسمت تگزه. با تگز شما میتونید کلمه هاتون رو دسته بندی کنید و من این دسته بندی رو طبق درسای کتاب مشخص میکنم. مثلا الان این درس اسمش هست شول اون بیلدونگ که توی کتاب دقیقا اینطوری نوشته و منم دقیقا همین رو می-نویسم. حالا من چون میخوام دقیقا مثل کتاب باشه شول اون بیلدونگ که بعدا وقتی من دکام نه همش توی دکه، وقتی کارتام زیاد شد میدونم که هر کارت مال کدوم درسه اگه بخوام توی کتاب نگاه کنم. از این بالا هم باز گزینه‌های مختلف وجود داره که تکستتون رو میتونید تغییر بدین و مثلا بولد کنید. مثلا شاید یکی بخواد تاکید بیشتر روی این آکوزاتیو داشته باشه میتونه اینو بزنید که بولد بشه. این از این. و دیگه فکر نمی کنم چیز خاصی باشه. اینطوری دکو اینطوری کارتو میسازین و ادا میزن. یه مورد دیگه اون که بهتون گفتم میتونید وایس بهش اضافه کنید، اونو میخوام یه مورد اینجا بهتون نشون بدم. برای وایس روی این میزنید، این آیکونی که اینجا وجود داره، این صفحه براتون وا میشه. یه دور تنظیمات اینو درست کنه دیگه همیشه واسهتون درسته. متاسفانه تقریبا تمام این گزینه‌ها پولیه و خب ما چون که پولشون نمیخوایم بدیم و حالا اگه شما میخواین من دقیقا نمیدونم چجوریه که اینا رو بشه خرید، ولی 2 موردش من فهمیدم که رایگانه. یکیش دودنه، ولی مشکل دودن اینه که با این دیکشنری فقط میتونید یک یا چند کلمه کوتاه و روش وایس بذارید و اینطوری مثل این موردی که ما اینجا داریم نمیشه روی جمله وایس گذاشت. برای همین ما از گوگل ترنسلیت استفاده میکنیم و اینو روی جرمن میذاریم. حالا پیداش نمیکنم. اینا جرمن
و الان اینجا روی یه دور پریویو بزنید که ببینید چطوریه، یه دور واسه خودتون پخش بشه. اگه خوشتون اومد روی ریکورد بزنید که حالا من روی ریکورد میذارمش. اینجا اینی که اومد وقتی که فلش کارت رو میخواین کار کنید وایسش هم براتون میاد. این قسمت هم میتونید دوباره وایس اضافه کنید ولی حالا همون واسه من کافیه. الان روی اد میزنیم، اینو میبندیم و میریم ببینیم چطوری شد. از اول وارد دک اونیزیشای 3 میشیم، روی استادی ناو میزنیم و میبینیم که این اومد. Aufgucken Jahre langer Berufserfahrung verfügt sie über umfangreiche Fachkenntnisse. که حالا اگه روش رو انسر بذاریم verfügen über برامون میاد و این جای خالی هم پر میشه. روی این هم که بزنید وایسش براتون پخش میشه. خب این از این قسمت هم که میبینید شما میتونید الان که این جواب رو دیدین نسبت به اینکه آیا جوابتون درست بود، آیا سریع فهمیدین چه جوابی باید بدین یا خیلی براتون سخت بود، اینجا جواب بدین. اگه بزنید ایزی این فلش کارت رو 3 روز دیگه بهتون نشون میده همونطور که اینجا نوشته. اگه بزنید گود 15 دقیقه دیگه، اگه هارد 9 دقیقه و اگین که یعنی اصلا بلد نبودین 3 دقیقه دیگه بهتون نشون میده که اینا هم این 3 و 15 رو اگه یادتون باشه توی ستینگ خودمون مشخص کردیم وگرنه 1 و 10 بودش. و اینکه توی وقتی که مثلا یه دور این کارت رو انجام دادیم و 15 دقیقه بعد دوباره این کارت رو به ما نشون میده، این بازه های زمانی طولانی تر میشه و همینجور هی طولانی میشه تا کامل این کلمه رو یاد بگیریم. اگه یه موقع دیدین که توی فلش کارت یه چیزی اشتباهه، مثلا غلط دیکته یه چیزی داشت، اینجا روی ادیت میزنین و میتونین راحت درستش کنید. این قسمت هم که بروزه میبینید کارتایی که درست کردین و اینجا میتونید پیدا کنید و این قسمت هم روی اونیزیشا که بزنید تمام کلمات اونیزیشا میاد و همین دیگه نکته خاصی نداره. فقط من فکر کنم اینو من اشتباه کردم، شول اون بیلون این قسمت تگ حتما سعی کنید حتما یعنی فاصله بین کلماتتون نباشه، یعنی مثلا شوله یه مثلا خط فاصله چیزی بذارین. فکر کنم اینطوری درست تره که همش توی یه دونه تگ بره. اینو خودتون بعداً حواستون باشه. خیلی مهمه که شما اگه دارید با آنکی لغت یاد میگیرید حتما هر روز وقت بذارید و کارتای جدید و ریویوهاتون دوره کنید، وگرنه اگه مثلا یه ماه کار کنید و یهو 10 روز هیچ کارتی انجام ندین تمام ریویوهاتون روی هم جمع میشه و هم برای خودتون خیلی سخت میشه که همه اینا رو جمع کنید و همین که بالاخره اثر آنکی و تاثیرگذاریش کمتر میشه. حالا چیزی که میخوام بهتون بگم و خیلی مهمه و خیلی تاثیر داشته روی زبان خوندن من و اینکه اینقدر سریع زبان رو یاد گرفتم اینه که شما میتونید از دکایی که توی آنکی واسه دانلود وجود داره استفاده کنید و اونا رو دانلود کنید و با کارتاشون تمرین کنید. ولی 2 تا دک وجود داره که خیلی به شما کمک میکنه. اولیش اگه شما یادتون باشه توی ویدیو قبلی که از منابع گفتم سایت دویچه وله رو معرفی کردم که از طریق دوره های سریال نیکوزوگ میتونستید سطح A1, A2 و B1 رو بخونید. که حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که کارت ها و لغت های این 3 تا دوره توی آنکی واسه دانلود موجوده و خیلی کار شما راحت تر میکنه. برای اینکه اینا رو دانلود کنید روی قسمت get shared میزنید، اینجا تایپ میکنید نیکوزوگ و همونطور که میبینید دک هایی که مربوط به این سریاله براتون میاد و مثلا نیکوزوگ A1, A2, B1, B1, 2 و اینجا هم میتونید کل B1 رو یه جا دانلود کنید. مثلا نیکوزوگ A1 رو من براتون میگیرم. اینجا همونطور که میبینید چند تا مثال از کارتای این دک واسهتون گذاشته که ببینید. همونطور که میبینید هم عکس داره بعضیاش، هم
آدیویی که دقیقاً توی خود سایت دویچه وله وجود داره و شما حین درس گوش میدین وجود داره و تگش وجود داره که شما دقیقاً میفهمید این کلمه مال کدوم درس دوره نیکوزویک بوده و اینجا شما روی دانلود میزنید. بعد اینکه دانلود شد شما اینو وا کنید و خودش مستقیما توی آنکی وا میشه به این صورت و میبینید که دک دویچه وله نیکوزویک آیت براتون باشد و چون که شما کارت‌های جدید و ما روی 20 تا در روز گذاشتیم الان این عدد 20 رو شما واسه همین اینجا میبینید. وارد میشیم مثلا استادینا رو میزنیم که یه دور ببینیم کارتاش چطوریه. نات مثلا خب نات چی میشه؟ نیست. من چون اینجا الان میکروفون وصل کردم صداش نمیاد فکر کنم، ولی شما خب این صداش هست و وایسیه که دقیقا توی دوره شما گوش میدین. مثلا میزنیم گود بعدی میاد اگزمپل مثلا داس بایشپیل و خوبیش اینه که مثلا کامل خیلی هم آرتیکل رو داره هم جمع کلمات رو داره و همینطور که سطح ها میره بالا هم پیشرفته تر هم میشه. مثلا توی سطح B1 دیگه تمام معنی ها و یعنی فرانت کارت اونم به صورت آلمانی و معنی ها دیگه به صورت آلمانی به شما داده میشه طبق همون چیزی که توی سایت وجود داره. پس اینم یه چیز خیلی مهم که دوست داشتم بهتون بگم. این دقیقا همون ادانیه که بهش اضافه کردیم توی این قسمت. بذارید بیارم ریویو هیت مپ. این دقیقا همین مپه و اینجا دقیقا اگه روش نگه دارید می‌نویسه یک کارت ریویود آن تاریخش رو هست و شما میتونید پیشرفتتون رو تو طول سال ببینید و اینکه مثلا چند روز پشت سر هم درس خوندید، چند درصد روزا رو خوندید و همه اینا. حالا به جز نیکوزویک یه دک دیگه که خیلی میتونه به شما کمک کنه دک وربن میت پرپوزیسیونه. نه وربن میت پرپوزیسیون که این دک اول که اینجا شما فعلای زیادی که پرپوزیسیون ثابت دارن و با جمله میتونید یاد بگیرید و من اگه توی کانال تلگرامم عضو شده باشین اونجا یه سایت رو معرفی کردم که دقیقا تمام این پرپوزیسیون ها رو یاد میداد و این فلش کارت های این دک دقیقا از همون سایت درست شدن و تمام پرپوزیسیون ها و جمله هایی که تو اون سایت هست اینجا به صورت فلش کارت در اومده و خیلی خوبه که اینم دانلود کنید و اگه توی مثلا پرپوزیسیون ها اشکال دارین این خیلی میتونه به شما کمک کنه. باز اگه سوالی داشتین ازم بپرسین، شاید توی ویدیو دیگه باز به سوال شما جواب دادم و اینکه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ازم حمایت کنید لطفاً و اینکه خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.